دوستان، حالتون چطوره؟ من امیریکس هستم و امروز اومدیم با نشون دادن بتل پس به شما. پس حتما این ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی هم اگه دوست داشتین بذارید و اگه زنگوله ریال نداشتین بذارید که اولین نفر ویدیوهای منو ببینه. Switch it up. این اسکیم رو خیلی دوست داشتم خودم. اینم آرپیجیشه که واقعا ازش خوشم نیومد چون زیاد چیز خاصی نداره. حتما شما نظرتون رو تو کامنت درباره این آرپیجی بگید. Switch it up. اینم که گان جدید سیزنه و همتون میبینیدش تو تایر 50 یه گان اپیک از این گان رو داریم. Switch it up. دوستان خودتونم میدونید که یوتیوب برای فیلم‌های کوچیک‌تر چیزای درآمدی نمیده، بریم اکانتم رو بهتون بدم تا اگه حوصلتون سر میره دستتون رو ببینید سمت راست صفحتون سرعت ویدیو دوباره میشه و سریع‌تر ویدیو رو تموم میکنید. اینم میدونم اکانت خودم براتون میذارم تا ببینید اکانتم چیا داره. این اسم ببخشید درست شد. دوستان همینطور که الان بهتون گفتم برای اینکه تایم ویدیو بیشتر شه من اینجا خواستم یه مچ رو استارت کنم و براتون یک گیم پلی از مولتی بذارم که ببینید دیگه. آخر ویدیو هم یه اتچمنت براتون گذاشتم برای همین 6x9 اپیک که اومده، خیلی خفنه، حتما برش دارید. حالتون چطوره؟ من وسطش قطع شد، ریکورد وسطش قطع شد. اینجا اول از همین استارت کردم دوباره منتظر که بازی استارت شه، واسه همین خواستم تو این گرمای تابستون یکم آفتاب بگیرم و روی چیزم دراز کشیدم. اینجا منتظر بودم تو استارت شه. من به تونیسی‌ها رو انتخاب کردم ولی طبق همیشه میدونید کوستالم رای‌های زیادی میاره. اینجا به این انیمیا برخوردم که متوجه شدم یه جورایی خیلی خفنن. بعد که به یارای خودم نگاه کردم دیدم 2 تا گام میتونه شیر کنه و دیدم اونها هم خیلی خفنن. پس گفتم بذار منم بخوام گنگ بازی در بیارم. کیوکین لاین لژندمون رو میکشیم، وایس یارامون رو میبندیم تا حواسمون پرت نشه. اینجا اول از همه میخوایم X9 بتل پس هست رو تست کنیم. اونم از نایف گوستمتیک که دارم بزن یه بار براتون بزنم، اونایی که ندارینش ببینید چجوریه. این کتاب رو نگاه کنین، اسکلته و این که هر دیگه اونم همین گانو داشت. کمی بازی لگ میزنه و بابتش ازتون معذرت میخوام و دهن خودم هم داره سرویس میکنه. لگ من همیشه تو ویدیو هم میگم لگ واقعا دهنم داره سرویس میکنه. پس اگه میشه حتما ویدیو رو لایک کن تا بتونم گوشی که نه آیپد خوب بخرم و بتونم گیم پلی بهتری به شما ارائه بدم. اگرم که دوست ندارین، مثلا خوشتون نمیاد از یه آدمی که 13 سالشه ولی یوتیوب شروع کرده
و از الان میخواد برای خودش مستقل شه، اگه دوست نداری از همچین آدمی حمایت کنین که هیچی. بیا زد من بد بهش باش شدم. آخه گونا رو فقط ببین دهن من اینا سرویس کرده، مجبورم کردم جک 12 بچینم. شما در لحظه نگاه کنید، من جک 12 رو از انمی کپی کردم، از انمی که یکی از واران بود. بیاین براتون تستش کنم، تا حالا نزدم باش. به نظر میرسه گان خوبیه، چون اونجوری که داشت باش میزد 4 نفر رو زد. اوه چه گندگیه بره، واقعا اینقدر لگ میزنه که من دوست دارم بگم فقط بیاین منو بزنین، اصلا نداره. پس گذاشتم رو مدیوم، دیدم بازم لگ میزنه، تصمیم گرفتم بزنمش رو های. گوشی‌های رم 8 نباید اصلا اینجوری باشن، اینجوری که من هستم باشن. گوشی‌های رم 8 باید وری های هم داشته باشن رو دومی و اولیشون مکس باشه، ولی مال من اصلا چیپ زده انگار، ته پایینیش های نه وری های، اصلا عجیبه. دهنم داره سرویس میشه. دوستان بابت نویز ازتون معذرت میخوام. اینجا نویز انگار از مثلا داشتم پیر میزنی یک سره چی میگن خود ریکورد انگار میبینی شانس منو، انگار نویز خود ریکورد بود و این واسه خیلی عجیب بود. چون من وقتی داشتم بازی میکردم اصلا یه همچین چیزایی رو حس نمیکردم. برات کار میکرد، ولی الان دیگه اون کار نمیکنه و دیگه نگاه کنی وقتی داریم میزنین اسکینت رو یکم آروم راه میره. من اونو سر 0 ثانیه میزدم که موقعی که ما داشتیم میدویدیم، از اول بازی سرعتش موقعی که ران میخواست شروع بشه اونجا چند ثانیه به ما وقت میدید. ما اسمشو همه یادم رفته، اونی که اسکین میزنیم به خودمون جونمون زیاد میشه، سرعت دویدن من تا چند ثانیه بیشتر میشه. اسمشو دقیقا یادم نیست. اون رو من وقتی روی دقیقا لحظه که از روی 1 ثانیه میرسید به 0 ثانیه، همون لحظه باید میز بزنی. همون لحظه اگه بزنیش شما وقتی بازی شروع میشه هم سرعت داری هم اسکینت آروم راه نمیره چند ثانیه که میخوای اونو بزنی. این باگی بودش که سیزن قبل بود، ولی این سیزن که آپدیتش کردن اون باگ رو از بین بردن و واقعا کار خیلی بد شده که دیگه اون بازی این هیتر ما دریافت میکنه دیگه. یه جور بدبختی هست، سرعت نت هست، نت ما ریزه، چون قرد میزنم که درباره این که چه مشکلاتی ما داریم، نمیدونم نداشتن دیوایس خوب، مشکلات خانواده، کلی میای مشکلات صدا پا، دهنمون سرویس میشه، دیوایس خوب نداریم، نت بد هست، مثل لی میشن فریک که دیگه خودتون میشناسینش، خفن‌ترین یوتیوبر کالا پلیر جهانه. بعد یه نفر از ایرانی های ما که نه یوتیوبره نه دیوایسش خوبه، با یه گوشی زغالی 100 برابر اون پلی میده، یه دونه موومنت درست حسابی نمیزنه، با تو سگ طرف. من یوتیوبر خاصی نیستم که دارم مثلا یارو رو میگم نوب سگ و فلانه، من عددی نیستم، نظر شخصی ما دارم میگم، اصلا دارم نمیگم که واقعا نوبه شما حمایتش نکنید فلان. من کی باشم که بخوام این حرفو بزنم؟ این نظر شخصی می دیگه. یعنی این وقتی یوتیوب میاد این حرفو میزنه، همه چیزای اون میان مثلا ازشون همه کسایی که طرفدار اونن میان از من مثلا بدشون میاد. خب میگن که فلانی از یارو خوشش نمیاد، باش مشکل داره فلان بسار، منم سابسکرایبمو از دست میدم. ولی وقتی یه آدم عادی بیاد این حرفو بزنه، هیچکی به هیچ نیست و هیچکی هم بهش کار نداره. به خاطر همینه که میگم یوتیوبر بودن سختی‌های خیلی خاصی خودشو داره. اینجوری دهن سرویس میشه، دهن سرویس میکنن. میبینین من تا نمیشم درست حسابی بازی کنم وقتی دارم گیم پلی میگیرم. خدایی حمایت کنید دیگه، دهنم داره سرویس میشه یا فشاری شدم دیگه گیم پلی نمیگیرم. حمایت کنید دیگه خدایی.